به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز، زبان آموزان گرامی. درس ششم است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی حرف د. davul 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 تبل، نقاره تبل. demir 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 آهن. dish 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 دندان. durak 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 ایستگاه. durak گفته ایستگاهی اتوبوس ها را میگویند. ایستگاهی نقلیاتی مسافرکشی که در شهر یا دهات استفاده برده می شود. ایستگاهی اتوبوس. اما استاسیون یک کلمه دیگر است. استاسیون گفته ایستگاهی مترو را در نظر دارند. یعنی ایستگاه به زبان ترکی دو معنا دارد. یکی دوراک، دویمین استاسیون. این بود درس ششم. تا درس نوبتی، خدا نگهدار شما بود.